اگر این ترکیب ها را یاد بگیرید، حتی اگر تازه کار هم باشید، می توانید راحت کلمات و جملات آلمانی را کاملا صحیح با تلفظ درست و بدون غلط بخوانید. شاید معنیش را نفهمید، اما درست خواندن را یاد میگیرید. در زبان آلمانی وقتی چند حروف با هم ترکیب میشه، صدای جدید را تولید میکنه. پس لازم است که این ترکیب ها را یاد داشته باشید. در این ویدیو در بخش‌های بعدی با جزئیات کامل بسیار آسان میتوانید یاد بگیرید. پس هیچ بخش از این ویدیو را رد نکن تا کامل یاد بگیرید. کانال را سابسکرایب کن، لایک کن تا از آموزش‌های بعدی ویدیوهای بعدی گذاشته میشه با خبر باشید. برای شروع حروف سالادار را مرور میکنیم که 8 حروف سالادار داریم که اولین حروف ما آ است، دومین حروف ا، سومین حروف ای، چهارمین حروف او، پنجمین حروف او، ششمین حروف آ املاوت، هفتمین حروف او املاوت، هشتمین حروف او املاوت. مورد در ترکیب اول که اولین حروف ترکیبی ما آ است و او که اینها با هم ترکیبش نه صدای او را به وجود میاره که مثال هایش را اینجا میخوانیم که das Auge به معنی چشم، de Bauch به معنی شکم، das Auto به معنی ماشین، die Ausruf به معنی تعجب کردن، تعجب، die Ausgang به معنی خروج. خب دوست عزیز، حروف های ترکیبی زبان آلمانی که اول در قسمت حروف ترکیبی شما اول باید حروف الف با را خوب بلد باشید و تلفظ دقیقش را یاد داشته باشین که در ویدیو قبلی اگر دیده باشین که درباره حروف الف با و صورت تلفظ دقیقش را آنجا گذاشته، میتونید اونجا ببینید. بعد بیاین حروف ترکیبی را اینجا گوش بدین که درست‌تر بتونید بفهمید. در قسمت ترکیبی دوم حروف ما که ای است و با او املاوت و او که اینها با هم یک جایش نه صدای اوی رو با وجود میاره که مثالایش اینجا داریم. دی اویغو واحدی پول، دست اشپیشلتوک به معنی اسباب بازی، دی اویله به معنی جخت، دی بویمه به معنی درخت ها، دی هویزه به معنی خانه ها. و این بود دو تا حروف ترکیبی که در این ویدیو با هم خواندیم. یکی او صدای او رو با وجود میاد، یک صدای اوی رو با وجود میاد و تقریبا بیش از 20 حروف ترکیبی دیگر وجود داره که ما میگن در ویدیو بعدی حروف های ترکیبی را در ویدیو آسان تر با تلفظ دقیق برای شما میگذارم. شما میتونید ویدیوهای بعدی رو تماشا کنید و اونجا حروف ترکیبی را یاد بگیرید.